رهبران بخش تندرستی سوخت به احتیاطی مردم را سبب گسترش دیگرباره همهگیری کرونا در این ولایت می‌دانند. ولی کارشناسان این وضعیت را نتیجه برخورد نادرست مقامات در ابتدای پاندمی مینامند. به گفته فرخ مقصودزاده سردار ریاست تندرستی سوخت همچنین به رواهای زیاد شهروندان به خارج کشور ربط دارد. همه روز قریب که 1000 نفر به ولایت وارد می‌شوند و بعضی از آنها وقتی که بی‌درایند ما تمام کارهای بهداشتی را می‌گذرانیم تا حتی ما در آن جایها با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تست‌های عاجلی تشکیل کردیم، تست‌های آنتیتل آنتیگن تشکیل کردیم، لیکن نوبسته از این رژه‌ای را رعایت نکردند و ایزولاسی نشستند. بعضی همین وای بیماری با ازنا سر زد. به گفته مقصودزاده در یکونیم ماه اخیر 684 ساکن سوخت به این بیماری گرفتار شده 14 کسی آنها فوتیدند. از اولی پیدایش بیماری 44 حالت فوت را در بیمارخانه ها ثبت کردند. سردار ریاست تندرستی سوخت همچنین گفت نه همه فوت ها که در شبکه‌های اجتماعی به کووید 19 ربط داده می شود واقعیت دارند. بعضی بیمارانی که بیماری‌های حمله دارند، بیماری‌های پنیمونیاهای التهابی موسمی دیگه بیماران دارند، وقتی می‌فهمند در همین شبکه‌های اجتماعی می‌برند، لیکن این آن را نشان نمی‌دهد که همه آنها از همین بیماری کرونا ویروس نام کووید 19 فهمیدند. اما در این مورد آمار یا جزئیات صدا نداد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از کارشناسان بر اینند که تلاش کمبینی بیماری واکنش به دعوت‌های جاری کردن کرانتین است. این در حالی است که روند امگیری به کندی پیش می رود. ساکنان از کمی واکسن شکایت میکنند و میگویند خواهشمند تا رسیدن نوبت امگیریشان به بیماری گرفتار می شوند و از به صورت عموم مشکل ارزیابی می شود. زمانی که در تمام جهان همه روزه گرفتاران این بیماری به قید گرفته میشد، در تاجیکستان این کار را کشال میدادند. سال گذشته هم چنین بود و امسال هم. این همه عیب مقامات است که برخورد نادرست با این بیماری همه گیر دارند. حالا در 3 بیمارخانه کلان ولایت زیاده از 260 نفر بستری بوده، 134 کس زیر دستگاه نفسی صنعی اند. اولی همین ماه در سطح امبولاتوری 361 نفر از جمله با التیاب 208 نفر با تحلیل های مثبت 153 نفر نظارت و طبابت دیده در یک شبانه روز زیاده از 40 بیماری نو به قید گرفته می شوند. از زمان اعتراف رسیدن کرونا ویروس به تاجیکستان بنابر آمار رسمی زیاده از 15000 کس بیمار شده، 121 کس جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند 14867 کس از چنگال بیماری همگیر رها شدند، ولی شبهه ها در مورد درستی آمار رسمی در کشور همچنان باقی است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.